اگه سوالی حرفی چیزی دارید همونجا بپرسم. نه دیگه برن اونجا بپرسم، فردا من از پری سوال کنم. سوالای شما رو من از پری میپرسم. خیلی توی داری چت پری میکنی ها. چرا؟ دیگه خیلی داری پری من میکنی. بستنی بیار بهش بده. یه بستنی بدم ما بستنی بده ما اختلاف کنیم. وای بستنی خر میشه. یاره؟ اومد شده پس. اوه بستنی بده. اون بستنی هم بستنی بهش بده بکنی صدا قلبش بده خودت بیا. پری واقعا یادت میاد بستنی رو بستنی ما رو شما بگید. بیا بستنی به خدا. بستنی خیلی مقدسه. Hey guys. ایران میره نگاه. یکی میگه که ولی ایران داره میزنه. از اونجایی که واسه من اومده بود. نشه شاین چرا پیژامه‌تو نپوشیدی؟ اول پوشیده بودم توی استوری که پیکسی گرفت موقع ورود من پیژامه رو پوشیده بودم بعد یهو گفتم آقا زشته گفت من رفتم عوض کردم اگر من راحتم به خدا هستم تعارف نداریم والا بچه‌ها این چنلمو توی بایو اکانتم میتونید پیدا کنید. حالا چی؟ تو خوشگل منی بند جون منی. بالا بری پایین بیای تو مال منی. اینقدر سر میذاره واسه من. پا میشه میگه 2 تا میزنم و شروع میکنه ببین. بیا. عوامل پشت صحنه. اول سپر اینجا تو سالن. واقعا دامادت رو نیوردی؟ داماد جدید. نشان ماروف چرا ساکته؟ ماروف کجا ساکته؟ میخورم فقط چون گوشتم بود داشتم میخورم. آه غذا هست واسه صبح ایشالا صبحونه برو. میخورم. حالا یه ساعت دیگه بذار من برم غذا رو اوکی کنم یه ساعت دیگه حالا میخوام برم کامو ستون رو. صدای ما رو نجات داد. من که دوست وگرنه ماروف میگم. حالا بذار بخوریم برو. باشه یا ببر. همین شما می‌خوری؟ Thank you. آره من اصلا مشروب ندارم. یه گوشی بزنم بخوره بیبره میره. من خودت. نه مال من نه. خدا. اوکی چی نکنه؟ آن رد بده خوله نشه دیر نیست براشم نه خیلی خوش موقع. بابا اینا ما رو گوشتن هنوز واقعا صابخونه چیگری هر چی تو یخچال کابینت هست میاره. آره به خدا. هر چی دارم و ندارم میارم. همه چی بچه از ایران رفته بودیم خیلی خوبه نارگیل داره انقدر میخواد یه چیزی رو بخوری که شام نمیخوره. کجا فهمیدی؟ من تو رو میشناسم شاهین. کلا خیلی آدم من خوردم. چرا؟ مثلا تو صدا قشنگ می‌زدی. سیگارت ناخواسته ست شده این از اون ست ناخواسته یه دونه بچه از ما رو زنیم از دانمارک اومده مشتیه من 2 تا میزنم. نه دیگه یکی بسشه چیه؟ یه باید استفاده اعلام کنی. باید من کافه دوست ندارم. اشتباهی از دانمارک اومده اصلا خدایی اگه اینو نمیخوندم فقط با ایران میشد. نه دیگه حاشیه همینه واقعا. بارو چش در اومده چش در اومده. من کجا چاق شدم؟ شاهین میگم من چاق شدم. من به شام نمیخورم. من برم ایموجی هست. شام اوکی کنم کلش آورده بیرون اون تویی. خدایی که من هر موقع اونو میبینم یادتو میافتم. جوجه. Thank you. چرا ماهرو خوابمون حرف نمیزنن؟ سلام قشنگ. قشنگا نگو سلام قشنگا واسه های گایز. حالتون چطوره؟ چه خبره؟ چی کارا میکنید؟ چرا حرف نزنم؟ وای همه داریم واسم جوجه پری روز اول اومد آره همونه خدا نکنه خوله میدونم. بچه‌ها آتیش نگیر حالا این لباسیه که پری روز اول اومد اینجوری هم میاد یه بلفیو میده به همین الان آره خودم دنبالش میفته وای مرسی از این جوجه که برام گذاشتین پسو کجایی دارم؟ میزنم گفتشو میزنم میشه برش خود بری بدیش اونو من نگاش کن نظرم یه بیاد. بلفیو میده زیاد بغلی نیست گاز نگیر. این کیفه کیه؟ این کارت بزن داخل کارت اینجا دیگه نه واسه بچه‌هاست اصلا هیچکی تونی نمیشه. تونی آره میشنم هیچ گربه ای ندیدم این تونی واقعا. نه بابا این اصلا حوصله پرت ببین تونی میاد میخوابه تو بغلت اینجوری دشت نه، میاد نه. بعد دستشو میذاره رو صورتت. اصلا سگم یه سری آره. سگ من
سعی اون چیزی قربون من ممنون واسه سویو ببینی هر کدوممون تو خونه حالمون بد باشه. من تو سگی چی هستی بخوای منو بوس کنی میرم. ببین گربه من یه جوریه صبح میاد با ما میخوابه. صبح پا میشه میاد ماساژمون میده. شب میاد ماساژمون میده. هر کی حالش بد باشه میره کنارش میگه میاو باید جواب بده نازش کنه بعد بیاد روش قشنگ ماساژش بده بخوابه رو قلبش چشش نگاه. ببین اصلا یه چیز عجیبیه. یه چیز عجیبیه جدی دارم میگم. دای به قد شد یه بوی سوختگی میاد. نه به خدا میادا. بو شماست. چی شده پس احساس کنم یه چیزی ما الان منتظریم اون برینه بهش آفرین بگیم. بیا جایزه تو بگیر. بیا خودتون برای سوار خیلی نه نوشته بود به تعداد کم اوکی فقط بادوم زمینی نوشته که ببخشید کدومتون به ایتوشی گربه میگید ایتوشی قصد ازدواج داره گربه یه چیزا میگه سیاوشو بده ببینم جیگرهای من چی میگم. آره ایتوشی عقیمه نمیدونم ایتوشی عقیمه یا نه. خب جیگرهای من اومدم به همه نوشتن نه یکی نوشته شاهین داره خارج میشم بعد دوباره شامو به فنا میده نه با من زیرش رو روشن کردم. روشن کردی؟ آره عزیز دلم. بعد دیگه میگن همه از کادر خارج شدن نه من اومدم. آقا هر سوالی که از پریسا دارید توی چت ناشناس تلگرام بپرسید سوالاتتون رو فردا همه سوالاتتون رو اونجا میپرسم. شام چیه؟ شام میرزا قاسمی و برنج چون اسفانیا میرزا قاسمی با برنج میخورن. اسفانیا نمیخورم من دوست دارم اون دوست داره ما نمیخوریم. شما نمیخورید؟ شما اسفانی؟ نه بچه‌ها یه چیزی ولی غالبا یادم نگم همه شما برنج؟ آقا میشه الان 2 دقیقه شما دوتا اسفانی صحبت کنید بچه‌ها تو لایو میگن. نه ها؟ نه چرا؟ آقا 2 دقیقه چی صحبت کنید؟ بیا همه دارن میگن که اسفانی صحبت کنید. نه حالا همه تو همین خب مثلا دوست دارم چی بگم چی بگی باری کلا دوست داری چیکار کنم چی بگم بعد من چون یادم رفته یه سری چیزا رو اشتباه می‌کردم به اسپانیا برمی‌خوره ارزشش همینقدر همین یه چوزه که دونیت زدیم کی یه دونیت زدیم خنده گرفته ببینم حداقل بیشتر می‌زدی که ما می‌دونیم خیلی با ارزشه. نه داره میگه چون پیکسی اینجاست داره میگه چون راست میگه. من فکر کردم فنشه گفتم حداقل یه ذره مامان چیکار می‌کنه قربونت فن بالاتری بودی واسش. مامان چیکار می‌کنه قربونت فن بالاتری بودی واسش. شرم می‌کنه آقا نوشتن که مجاهد برو خونتون. میگه بابا شاید پیاما رو بخون دیگه. به خدا دارم پیاما رو میخونم با همه رو. و میگن که تناز هنوز هست اونجا مامانه فکر کنم اصفهانی نوشته. نه هنوز هست اونجا مامانه یا اختیست. یه بچه گوتو دیوونه شده چرا میدونی بعد من کلا خیلی بیش فعاله. بعد یه روز که نره بیرون بازی کنه مثل امروز. چه سوالی هم دارید بپرسید اینجا. پری اومد. بیا بازی کن. اوکی خطرناکه. نه بابا چه خطرناکه. یکی میگه که تناز تو تیک تاک همه پستاتو ریپوست میکنن. یکی میگه تناز تو تیک تاک همه پستاتو ریپوست میکنن. قربونت برم مرسی. یکی هم میگه ماهرو خیلی خوشگلی. ماهرو نیست ولی خب من اینجا از طرفش از طرف جا بشینم. نه خب گاز نگی. یکی میگه گفتم این مال کیه؟ الان اینو بگم که میاد که خدا این مال کیه؟ 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 دیوانه شده. این مال کیه؟ یعنی چه قشنگی تو نیست اسکولت کردم ایستاده گرفتم کجا از پیکسی بپرس از ته دل به علی و زهرا رای داد پیکسی به هیچ کی رای نداد. من رای ندادم. خودش اینجا که جواب بده. چه جواب بده؟ تو خب چیه بفهمی؟ ما رو که ندادم میگن که پیکسی شبیه فرشته‌ها شده. شبیه فرشته بود. بوده بیا اینجا
لطفا پژمان رو دیس کنین. آخه این چه حرفیه که الان میای میزنین لطفا پژمان رو دیس کنین. پژمان خودش یکی از کساییه که خیلی محترمه. یه پیک بده و سلامتش و بزن. آره یه بار سلامتیه بهش چون بده پیک. آها راست میگه. تو دیگه نخور. نه بابا مشروب. نه به یه ذره نوشابه میخواد. نه پوستم نمیخواد. نه. بابا نخور بعد هی. نمیخوره پاک میکنه. رو شوهر میشی. ماهران برو تو اتاق صحبت کن. همینجوری. آره امیر ویدیو گرفته بود ازش میگفت مدیونی اگه رفتم این بچه تنازه خیلی اخلاقش همه شبیه خودم ما رو خودم بستنی رو از ما رو خودش دکتر کجاست چه ربطی داشت چه ربطی داشت به علت ما این جایخی میگن خالی جای جایخی شایی شایی مال منه؟ خب این نه مال تو من این اومد اون نوشابه رو خودت از اونجا برداری. شعبدان زفتان دادم ولی روز تمام شد. اما مشتری شاین رو نشون بده شاین افکت نکنی که الان برمه دوست میبرم حالا. چطوری؟ های گایز خارجی مارجی ها ایرانی ها های خارجی ها های ایرانی ها سلام ترچا بچه که لنزی دارم آره لنز داره با ازش تکو مکن. تو بیشتر میاد پایین خب براتون یه مجازات دارم بگو. چیه بگو میگن که یه دونه شاهین بگو. شاهین به عاشقیام فقط تو فقط تو عاشقیام من وایرال شده بود میخندیدم اینو. من موقعی که رفته بودم دیت با یارو یارو دیگه یارو تو برنامه که رفتم دیت با من گفتم شاید عاشقیام فقط تو فقط آها تو برنامه یه صحنه گفتم خودت چی تو رفتی ده بزنه زیر بیس والا صحبت می‌کنم که تمام شد برام تو شاهین که تمام شد برام تو شاهین من دقیقا تمام نشد آره هر چی تو میگی درست بابا چی داره بله یوتیوب من یوتیوب دیجیه بچه آره دیجی میذاره یوتیوب ولاگ مدرسه نظر خاصی ندارم من اون نبودم اینجا هم بچه‌ها یه بازی کن یه پانتومیمی چیزی اگه موافقید که پانتومیم بازی کنید بگید آخه اینجا نمیشه الان پانتومیم بازی کرد پاره شده بودیم از خنده چیو بگیرم یه کلو خراب چیکارش کنم بره بغلی اون شب اول که بازی کردن خیلی حال داد دیگه بعدش بازی می‌کردن حال نمیداد بعد ترکا خوششون اومده بود هی بازی کنی دوست من همش مجرد این چیه چه بازیه درد و بلای پیکسی تو سرش میگه از رفتن به عشق ابدی پشیمون نشدی؟ من چرا؟ چون من واقعا اصلا برام چیزاش مهم نیست مثلا هیتاش و حاشیه‌اش اینو اصلا برام مهم نبود آدم راحتیه آدم آرومیه بازی آرومیه درد و بلای من تو سرشون Thank you سالی عشق ابدی 3 برمیگردیم هنوز ضبطش فکر کنم تازه شروع شده آره ضبطش شروع شده مدتش هم سربارشیه آره شنیدم درستی خب بچه‌ها 10 دقیقه دیگه غذا آماده است. اوه چه عجب غذا بالاخره ما بهمون بدید نسوزه شاین زیرش زیاد کرده بود یا دیگه بسوزه نسوزه گوشه با همه بخوریم فرقی نمی‌کنه. نسوزون بچه‌ها لایو هم سیو میشه بله خیلی داریم می‌خوریم دوستش سلام من همه چجیبیتی پرسیدم اینا نگاه کن رو دست خودش چی بگی باشه بابا آره خیلی خوشحال یه من بشین همین که فیش نمی‌کنه خیلی خوشحال بودم یا اول نه فیش میکنه فیش میکنه به من نکرد الان جلو شما خجالت آره می‌کشه آره بچه‌ها پیکس برای همیشه متاسفانه رفت و به چرا متاسفانه ما الان خیلی دوباره خوشحالیم نه خب اینجا البته بیشتر می‌دیدم ما پیسا سلام چطوری بیشتر به گلو توجه کن گلو الان اصلا نیاز به توجه نداره چون داره خوراکی می‌خوره گلو الان دیگه فقط ولم کنید نه عروسخان تشریف آوردم بالاخره گلو نوشته گلو. که تنها اینجا باز سر صدا میاد. نوشته پیکس اینجا فقط باشه ویدیو بازی و چالنجی بگیر باشه بچه‌ها میگیریم بشم. دلم نشته میشه. این
آره میگه تنت کجا میشه دیده هر روز در اینستاگرام. من فردا میخوام با پیکسی یه دونه ولاگ بچیابی بگم. بچیابی پیدا کنید. مرسی سالی. خطریه ها. آره موقع غذا خوردن اصلا بهش دست نمیده. بالا میگیره. یه ذره بچه است با یه ذره دندون بارت میکنم. انبه دوست داره؟ برعکس من اگه بهتون بگن که دوستتون از شما زیباتره آیا قبول میکنین یا که مقاومت میکنین؟ خب وقتی زیباتره بچه‌ها قبول نمیکنن. بچه‌ها اصلا یه فکتی که واسه من باقی موند از اون برنامه قشنگ‌ترین فکت این بود که توی سالن میکاپ پرسیدن که قشنگ‌ترین دختر اینجا کیه بعد تناز گفت ماهرخ. من پشیمون بودم واقعا. مرسی بعد بازم گفتم تو لایو من گفتم شاهین داره برامون غذا گرم میکنه. شاهین جونم. الان همسایه میزنه به دیوار شب یه بار زد دیوار. نشه چرا خوشگل‌تر از برنامه چون الان آرامش دارم. اون موقع نشه این داره. من که داره بهم تکس میده. اینجا الان ساعت 1:20 است. کی میدی بیرون؟ فکر کنم حدوداً 20 روز دیگه حدوداً 20 روز دیگه چون یه هماهنگی رو دارم انجام میدم اون هماهنگی بشه مهمه که اون بشه که من این ترکر رو بدم روی برنامه بعد و کلاً متفاوت پیکسی آیدی یوتیوبتون میگی به بچه‌ها دیجی پیکسی کی بودی تو یوتیوبش قرار به تلفن اجازه شما من بلاگ و اینا ولی یوتیوب دیگه بزنم این چنل بیاد. آره چنل خالیته آره فقط برای با اول آره الان یکم دیگه آرامش میکنم آرومش باید آدم میمیرد آقا بهش بگید آره بیا آرومش دیجی تمدی فیلمای هالووین میذاشته خیلی خوش میذاشت به بچه‌ها. فیلمای هالووین هالووین پارسال آره امسال پلی که هالووین امسال کرد بی‌نظیر بود. دیدم دیدم خالش می‌کردی این دوستان با همون قیافه به ما راهبه خیلی عجیب بود خیلی باحال ببین خیلی باحال بچه چه خواهر من تماس تصویری گرفته بود یه دفعه بس که اینجوری نگاه